آجی ته مسیره. احساس پیروزی، احساس قدرت. واقعا همچین نیست. باید جمعش کنیم. خودمونم جمعش کنیم. تمام سرشونامون همه رد کوله. خوردیم به صخره. بارونم که گرفت. کوله ما رو میکشید پایین، ما کوله رو میکشیدیم بالا. برو مازه. بازم خیلی ما جایزه کلی این چالشایی که کشیدیم و گرفتیم. به به عشق است. خب صبح زیباتون بخیر از این کلبه زیبا. هوا واقعا هوای خوبی. به به. چه صبحی امروز. خب رفقا وقت رفتن شد از این کلبه زیبا. همینجوری که همه چی رو سالم تحویل گرفته بودیم اینجا، سالم و تمیزم تحویل میدیم و پیش به سوی یک ماجراجویی خفن. مسیر جدید، ماجراجویی جدید، گشایش راه جدید. شیبو بگیر، شیبو بگیر. نفس گیران. هیچ جای دنیا به غیر از جنگل نمیتونی همچین حسایی رو تجربه کنی. واقعا قدم زدن تو جنگل، قدم که چرز کنم سکرات بی‌نظیره. رو دستش نداریم همچین حسی. اونم وقتی که پا تو مسیری میذاری که میدونی برات پر از چالشه، اینکه مسیرم نرفتی. این قشنگه. چیکار میکنیم داداش اینجا؟ دنبال چی هستی آقای رستمی؟ آقای فردوسی شما دنبال چی هستی؟ بیا ستون. پلنگ داداشی؟ پلنگ داشت اینجا رو نمیاد که ما میایم. اینجا مهه. اینجا یخچال. همه جا اینجا مهه. علی بریم بالا. آقا ما اینو میخوایم بریم. یا سرساکوی صخره میفته رو. این فقط داشت خیلی آسونه، حال نمیده بودی. تو چی گفتی؟ فقط 150 درجه شیبه. علی دست کاره. بارونم که گرفت. خیلی سواره. فکر نکنم تا حالا کسی این راه رفته باشه. شیب. واقعا فکر نکنم. این مسیری اومدیم خدا وکیلی اگه راه نده بالا بهمون هیچ راه برگشتی نداریم. نظر شما چیه آیه رستمی بابت به خدا به نظر چند درصد کار درستی کردیم؟ 100% اشتباه. اینو نمیگفتی داشت. اینو چوب همه چی احتمال داره یه دفعه راه بره. برو من وای میستم اول تو برس بالا. آره. حل حواسم هست. مواظب باش داشت. دست خوش. دست خوش امیر. واقعا این دسترسیم.
داداش تو با اون کوله ای که پشتته با قرآن پلنگم داشت با اون کوله نمیتونه اینجا بره بالا. خدای سگیر بیا چی برو مواظب باش. کجا هستیم خدایی این دیگه ته تهشه سفراتو چهارشنگولی برو. سنگا همه شده دست میزنی نمیدونم کجا رو بگیرم مطمئن باش رستم جان رستم جان یعنی گل کجا اومدیم؟ واقعا پایه سکراتی باید بریم بالا داشت این اصلا یه چیز من نمیدونم اینو چوری توضیح بدم براتون خدایی. حاجی ما از توی یخچال از توی دره داریم میریم بالا بدون تجهیزات و تناب و اینجور چیزا و اینکه خودمون انتخابش کردیم این مسیر رو و باید جمعش کنیم خودمونم جمعش کنیم ما چطورم بیشتر از نصفه؟ نگاه کنیم بیشتر از نصفه رفتیم. آخ 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 شیبو نگاه کن حاجی ما پاره شدم دیگه سر گردنه کار چیزی معلوم. نمونده به به رسیدیم؟ رسیدیم که البته رسیدیم که یه چیز یک چهارمش مونده. اینجا رو می‌بینی اینجا اگه به ما راه بده ما به خیری و خوشی تموم میکنیم اگر راه نده که دیگه به امید خدا. تو این دره به یه تنگم رسیدیم با این صخره چشم نواز و این شیب عجیب و غریب. رسیدیم تقریبا آخر مسیر. یه دونه مسیر احتمالاً یا اینو باید بریم یا ببخشش امیر اینو باید بریم بالا. خدا کنه راه بده. خوردیم به صخره. فقط درخت رو بگیر یه راه داریم یا از این بر یا از اون. آقا ما این یه تیکرم بریم بالا دیگه فعلا خدای چی نگاه. بارونم گرفته اوزام خیت. اشمیر مخلصم حاجی. کردم آقا هر طرفی میریم میخوریم به صخره. خدای وضعیت نگاه کن بگیر کارو بگیر این شاخه ها نبوده ما نمیدونستیم همینجوریش هم چیکار بکنیم. آقا رسیدیم. آقا رسیدیم. بالاخره رسیدیم پایان چالش. حاجی خدا شکر رسیدیم. حاجی خدا شکر. همینجا بشینیم. حاجی ته مسیره. احساس پیروزی احساس قدرت واقعا همچین حسی بهم دست داد. تمام سرشونامون همه یعنی رد کوله. کوله ما رو میکشید پایین ما کوله رو میکشیدیم بالا. ما جایزه کلی این چالشایی که کشیدیم رو گرفتیم. به به عشق است. ادامه مسیرمون رو دوباره خوردیم به شب. دوباره تاریکی و من و امیر و این مسیرهای سخت نرفته ما. اون دامنه قله‌ای که نشون دادیم و ما داریم میریم پایین. می هم که همینجوری که میبینید همه جا رو فرا گرفته و این چالش دوباره. چراغ قوه‌مون خاموش شد. تقریبا نیم ساعت 40 دقیقه تو این تاریکی داریم به مسیرمون ادامه میدیم. فکر میکنم یه رو 20 دقیقه دیگه ای میرسیم با شمیر. یه نور کوچیک من دارم، امیرم داره با فلش گوشی بقیه مسیر میاد. من نمیدونم چرا سختی این مسیر تموم نمیشه. آقا ما بالاخره رسیدیم به آبادی
بعد تقریبا 6 ساعت پیمایش توی دره و دیگه صخره و نوک قله و تاریکی و اینا بالاخره رسیدیم با داستانهای دیشب و دیروز که دیگه همتون اونو دیدین. ما بالاخره رسیدیم. آقا ما رسیدیم. شاد و سلامت و پیروز باشید. امیدوارم که قسمت همتون بشه. سکرات بکشید در طبیعت، لذت ببرید در طبیعت. از نقطه امنتون بیرون بزنید. آفرین آقا، قشنگه. از نقطه امن بیرون زدن یکی از بهترین کارهایی که یه انسان میتونه بکنه. شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.